سلام دوستان، آمیتا هستم و با هم تو مسیر استقلال مالی قدم میزنیم و خوشحالم که باز توی ویدیوی دیگه در کنار شما هستم. تو این ویدیو میخوام براتون از این بگم که آیا ریلتور شدن و بودن تو مشاور املاک ارزششو داره و اینکه آیا کار بی هزینه ای هست یا اینکه باید براش هزینه پرداخت کنید حتی در شروع کار. همینجوری که میدونین توی ویدیوی قبلی که براتون گفتم بعد از اینکه بروکر رو انتخاب کردیم من 2 تا بروکر رفتم تا نهایتا تصمیم گرفتم که کلر ویلیامز رو انتخاب کنم و به نظرم حالا من 2 تا بروکر رو انتخاب کردم، حتی اگه بروکرهای دیگه هم بریم یه هزینه های ثابتی وجود داره که یکی از هزینه های تک هست و هزینه آفیس که حالا توی اون بروکری که میری از خدماتشون استفاده میکنی، حالا کامند دارن یا هزینه پرینت و پیپر و هر چیزی رو استفاده میکنی، $70 اون هزینه هست که باید پرداخت کنی ماهیانه و $30 هم هزینه یه اینشورنس هست که ارور و آمیشن هست که یعنی اگر خطایی از ریلتور سر بزنه اون اینشورنس کاور میکنه، اون هم $30 هست. پس روی هم $100 هزینه هست که هر ماه باید پرداخت کنی به اون بروکر آفیس تا اینکه بتونی اونجا بری و از خدماتشون و از امکاناتشون استفاده کنی. و توی هر 2 تا بروکری که من رفتم این هزینه ثابت بود. فکر میکنم بروکرهای دیگه هم این هزینه ثابت باشه، حالا شاید یکم $10 $20 این ور اون ور باشه. و غیر از اون بعد عضو انجمن مشاور املاک بشی که اونم یه هزینه سالیانه اگه بدی مقدارش کمتر هست که بین $600 تا $700 هست که برای من $672 بود برای کل سال پرداخت کردم. و یه هزینه دیگه هم هست که هزینه MLS هست که میتونی به آپدیت هایی که توی بازار میاد، خونه هایی که گذاشته میشه به عنوان ریلتور دسترسی داشته باشی و اطلاعاتش رو ببینی، بتونی برای مشتریات اینفورمیشن بفرستی، آپدیت بازار رو بفرستی و اونم هر 3 ماه باید حدود $99 بدی. یعنی سرجم بخوای بگی ماهیانه هزینه ای که وجود داره برات ماهی $200 میشه که در سالش میشه حدود $2500 تا بعد هزینه بدی. این بدون اینکه حالا در ابتدای راهی هیچ کامیشنی نگرفتی و درآمدی نداشتی، ماهی $200 هزینه هست که باید در نظر بگیریم که در سالش میشه حدود 2500. غیر از این هزینه هست که اینا آپشناله، ولی خب اگه بخوای تو کارت پیشرفت کنی هزینه این که مارکتینگ باید بکنی، حالا فیسبوک ادورتایزمنت هست و یا هزینه این که فوتوگرافی هست، بخوای بیزینس کارت چاپ کنی، ساینه اوپن هاوس و اینجور چیزا هزینه هایی هست که بعد پرداخت کنی. اینا هزینه های جانبی هست که در کنار اون هزینه اصلی $200 که بعد همیشه بدی ماهیانه وجود داره برات، ولی خب میتونی در نظرشون بگیری، یعنی ازشون استفاده کنی، پرداخت کنی و اینکه کارت پیشرفت کنی یا نه بگی من نیازی نمیبینم به مارکتینگ و اینا، راههای دیگه برام وجود داره که میتونم انجام بدم. و خب این هزینه هایی که میکنی هر سال که زمان تکس دادن میرسه، اگه با یه CPA که حسابداری که بلد هست بری و فایل تکس تو فایل بکنی، این هزینه هایی که کردی و از MLS، هزینه ماهیانه آفیسی که پول دادی، اینشورنسی که داشتی، حتی مارکتینگ تو، اینا رو میتونی دیدار کنید و توی تکست بیاری و خب برات خوب هست. حالا بخوای بگی نهایتاً آیا ریلتور شدن به درد همه میخوره و راه خوبی هست، بعد بگم که جواب منطقیش اینه که نه، برای همه نیست. اگه کسی دنبال اینه که یه حقوق ثابتی داشته باشه و دنبال این است که یه کار بی استرس و بی دردسری داشته باشه، نه، این ریلتور شدن به دردش نمیخوره. ولی اگه کسی هستی که دنبال این هستی که تو این مسیر رشد کنی، بتونی روی مهارت‌های ارتباطاتیت کار کنی، روی کامیونیکیشنت کار کنی و
بتونی نه بشنوی تو این مسیر برات خوبه و میتونی گوش کنی و بزرگ بشی. و من همینجور که گفتم چون نیومدم کار اصلیمو کنار بذارم، چون میدونم که اولش سخته، حتما نمیتونی، شاید ماها حتی سال برسه که زمان ببره تا بتونی تو به یه کامیشن برسی و به یه درآمدی خوبی برسی، ولی خب چیزی هست که 0 تا 100ش دست خودته و میتونی خودتو برسونی به اون بالایی که میخوای، ملاکت هست و همه چیش به بستگی به تلاش و سعی خودت داره و چقدر دیسیپلین داری، چقدر تو این کار کانسیستنت هستی و اینکه نمیشنوی ناراحت نمیشی و به راهت ادامه میدی. پس این بخوای بگی ارزششو داره، بستگی داره که هر کسی دنبال چی هست و چی رو میخواد و به چی میخواد برسه. اگه دنبال اینی که سریع گوش کنی و یه شبه مثلا بخوای پولدار بشی، نه، این روشی نیست که برای جواب بده، چون که بعد تو این مسیر سعی کنی، تلاش کنی، رو مهارتات کار کنی، نه بشنوی و زمان میبره. ولی خب اگه هدفت این هست که تو این راه بری و همه سعی و تلاشتو بکنی، حتما به نتیجه میرسی. منم خودم تازه در شروع این راه هستم، ولی اگر سوالی، کمکی، چیزی از دستم برمیاد، خوشحال میشم بتونم کمک کنم و اگر کامنتی دارین یا سوالی دارین بذارین و من خوشحال میشم که بتونم پاسخگو باشم. ممنون که باز تو این ویدیو در کنارم بودیم و امیدوارم که توی ویدیوی بعدی باز ببینمتون.